بارون ریپسرو و پرودیوسر جوان توجک که روز 15 آگوست سال 2022 از سفرش به دبی خبر داد برابر رسیدن به امارات متحده عرب، ویدیویی را امروز با دستپرورش عبدالرزاق نشر کرد. در ویدیو دیده می شود که بارون و عبدالرزاق که ماه نوامبر سال 2021 با جنجال از یکدیگر جدا شدند، در یک آشخانه نشستند و با هم شوخی و خنده می کنند. پول خود رادیو دبرو وقتی ما رکیدات کرده چی گپی؟ ما ترکیدات کردم چی میگی؟ شما ترکیدات کردی کجا برو رفتین کیم کجا رفتین نمیدونی؟ پشت نو بالون چی برا پاشارنیک. جواب میدهد عبدالرزاق و شوخی آمیز با کرد و چنگک دستش به طرف بارون تهدید میکند. از لحن صحبت‌های پر شوخی و خنده استاد و شاگرد برمی‌آید که آنها بعد 9 ماه قهر و جدایی با هم دیگر زبان آشتی یافتند. بارون در این باره تفصیلات دیگر نداده است و در زیر این ویدیو نوشته است که منتظر شوید، همش را میفهمانم. 4 روز پیش از این بارون با نشر عکس مشترک او و عبدالرزاق در اینستاگرامش منتدارانه نوشته بود که به نزدیکی چه گپی می‌شود. بسیاری‌ها از شنیدن خبر آشتی بارون و عبدالرزاق اظهار شادی کردند و اما آشتی نمایشگرانه بارون و عبدالرزاق این گمانها را نیز دگرباره زنده کرده است که شاید جنگ هر دو در یک سال پیش خایب بود، یعنی بازی ساخته بود. عبدالرزاق یک آوازخوان جوان زاده پنجکند است که 19 سال و همگی 1 متر قد و 18 کیلو وزن دارد. او با سرودخوانیش در بازار پنجکند نام برآورد و سال 2019 بارون عبدالرزاق را به دوشنبه آورده ترانه‌هایش را توسط استودیو و کانال اولاد میدیا ثبت و نشر کرد. آن ترانه‌های عبدالرزاق در یوتیوب هر کدام تا چندین میلیون تماشابین جمع آوردند. شهرت این آوازخوان نورس توجک 1 سال پیش در پی اعلان جنگش با بلاگر نیز خورجوسه از داغستان خسبولایو خزبک به بیرون از تاجیکستان راه یافت. آن جنگ در نهایت دایر نشد، ولی آوازه عبدالرزاق چنان عالم شمول شد که او را اکنون به جشن و تنتنه‌های بین المللی دعوت میکنند. ماه آگوست سال 2021 مقامات امارات متحده عرب به عبدالرزاق ویزای طلایی تقدیم کردند. او با این ویزا میتواند 10 سال در حدود امارات از جمله در دبی و ابوظبی بدون ویزا کار و اقامت کند. ماه نوامبر سال 2021 عبدالرزاق از پرودیوسر اولینش بارون به قول کنده کرد و کار را با پرودیوسرهای دیگر در دبی آغاز کرد. بارون اول عبدالرزاق را به خیانت به برادران تاجیکش عیبدار کرد. عبدالرزاق در جواب بارون را عیبدار کرد که پول او را پوره نمیداد. جدایی بین بارون و عبدالرزاق در آن شب و روز به یکی از موضوعهای اول ورد زبان مردم و مطبوعات تبدیل یافته بود. برخی از عبدالرزاق انتقاد میکردند که نباید به استادش که او را به صحنه آورد خیانت میکرد. گروه دیگر از بارون خواستند که عبدالرزاق را رها کند و امکان بدهد که او خود را در عرصه بین المللی بسنجد. در این 1 سالی که گذشت عبدالرزاق در یک کلیپ مرگنشتیر نقش اجرا کرد و بنا به خبرها اولو در یک فیلم نو هندی با نام شرطی برادر همراه با ستاره مشهور بالیوود سلمان خان بازی میکند.